در پالی قدس اندلس اسلامی رو هم فراموش نکنین. علما میگن که اندلس حیثیت خواهر فلسطین و خواهر قدس است. 800 سال در اونجا مسلمان ها حکومت کردند و یک قطعه و یک تکی از بدنه امت اسلامی است. اندلس را هم فراموش نکنیم که امروز تبدیل شده به اسپانیا، جایی که به خاطر حفاظت از او صدها نمیگم بلکه هزارها مجاهدین خونش در اونجا ریختانده شده. از جمله یوسف ابن تاشفین رحمه الله وقتی که حمله کرد و تقریبا با حمله خود توانست که چندین قرن دیگه هم حفاظت شود اسپانیا، اما وقتی مردم دچار شهوات و دچار مادیات شدن، اسپانیا اندلس از دست مسلمان ها رفت و فعلا دوباره به پیش اروپایی ها هست. اما ما فراموش نکنیم که قدس شریف قضیه امت اسلامی است و بر همگی باید ایره بفهمانیم.